ایران آرزو داشتم که یه 206 مشکی داشته باشم با شیشه‌های دودی که بتونم با دوستان برم یه دوری بزنم و مولی جوونی کنم. اینجا تو آمریکا ماشین داشتن، خونه داشتن، گوشی خوب داشتن اصلا واسهشون آرزو نیست. ما تو ایران باید با دستاوردهامون به بقیه ثابت می‌کردیم که حالا لیاقت داریم که یه ماشین داشته باشیم، لیاقت داریم که مثلا یه دونه گوشی خوب داشته باشیم. اینجا نه، اینجا جوون آمریکایی صبح پا میشه میگه اوکی چیکار کنم برم یه ماشین بخرم. راه شاید نتونه بره بوگاتی و بنز و اینا بخره، ولی میتونه بره یه حداقلایی رو واسه خودش فراهم کنه. و این شاید میشه گفت تفاوت اینه که میگن چرا جوون ایرانی تو جوونی پیر میشه. جوونا از اینکه سنشون میره بالا ناراحت نیستن، ناراحتشون اینه که جوونی نکردن و